سلام دوستای عزیز، امروز ما میخوایم بریم در یه فستیوال غذا شاربازی. ما را دنبال کنیم. سلام دوست عزیز، من خوام برم شاربازی. سلام دوست خوبی، من شاربازی. سلام، عرض ادب دوستای عزیز. امید از جور صحتمند باشید در کنار فامیلایتان. دوستای عزیز، قسمی که لنا جان، دانیل جان، الیسا جان گفتن ما میخوایم بریم در یک برنامه میگین، پروگرام میگین، یک جایی که به حساب برش میگن فستیوال غذا که سویدنیا خودشان میگن مات فستیوال، و همچنان شهر بازی برای طفلا اطفال بازی کنن. دیگه ما را دنبال کنید دوستای عزیز. بله دوستای عزیز، چنل ما را سابسکرایب، لایک کنیم. تشکر که شما ویدیو ما را نگاه میکنید. بله دوستای عزیز، دیگه ما را در ادامه دنبال کنین که بخیر کجا میریم، گفتی اگان تا سر از کجا در میاریم. بله دوستا، اینجا غذای از کشورها دیگه اونجا است، برنامه برای باشام است. ما میخوایم اونجا با بس بریم، چون که ما دوست داریم با بس بریم. الیسا، دانیل، میخوای با بیل بریم موتر یا همراه بوس؟ بوس بریم، خیلی خوب است. با بوس بریم؟ نکن. بله دوستای عزیز، قسمی که دیدین شنیدین، اولادای من زیاد خوش دارن که همراه بوس یا همون اتوبوس رفت آمد کنیم، جایی ببرمشان. وقتی که میگم همراه بوس میبرمتان یعنی خوشحالیشان دو برابر میشه. نمیفهمم که تاثیرش چی است. خیلی خوشحال هستن که با بوس برن این طرف این طرف. امروز هم من بخیر قصد دارم که اینا را همراه بوس میبرم. البته قسمی که در برنامه قبلی گفتم شهر ما تا همی شهر کلانی که به حساب وصل است به شهر ما، یک 15-20 دقیقه راهش است با موتر. دیگه میخوایم بریم همونجا. همی برنامه فستیوال غذایی هم همونجا است. دیگه میخوایم بریم ببینیم دوستای عزیز. دیگه ما را دنبال کنین. لنا جان البته همراه الیاس جان دین روز رفتن. آره، من با دوستام رفته برم زیروز 3 بار رفتم شاربازی. غذام خریده برم، خیلی خوشمزه بود. غذای کدام کشور خریدی مامان؟ از عربی. آها، شاورما. شاورما خریدی دیروز؟ آره. خوشمزه بود؟ آره خوب مزه بود. آها، خب باشه بریم ببینیم امروز. دوستای عزیز، سالهای قبل افغانای خودمون هم غذای افغانی درست میکردن، می آوردن برای فروش. دیگه نمیفهمم که مثال هست یا نیست. بریم ببینیم، خدا کنه که باشه بخریم نوش جان کنیم. ما را دنبال کنید دوستای عزیز که ببینیم سرد ما از کجا در میاد امروز با این اولادا. بریم مامان؟ بریم که دیگه به قول گفتنی بوس یا اتوبوس میایه بخیر. اونجا حزگاه اتوبوس هست دیگه. بریم بخیر که یک 3 دقیقه وقت مانده که بریم. بله دوستای عزیز، دیگه ما آمدیم سوار بوس شدیم. دیگه میریم بخیر طرف شهری که قرار است بریم. دانیل بریم بخیر. بله دیگه اونم خانه ما. دیگه میریم بخیر طرف شهر بازی. لنا چی داری؟ دانیل خوشحالی؟
این رسیدیم پیش ما فستیوال. الان میخوایم بریم نگاه کنیم. بیا بریم که نگاه کنیم. غذا فستیوال. بله دوستای عزیز، دیگه ما رسیدیم دیگه. اینجا هم امشب خوب یک کنسرت میشه دیگه. فعلا تدابیرش دارن میچینن دیگه. بریم دانیل، بریم. سکیوریتی هم آمدن که امنیت مردم رو بگیرن. اون برش خسته شدین؟ نفر زیاد است دوستکای عزیز. قدر نفر زیاد است که میخوایم یک چیزی بخریم، باید یک چه میگه یک لین دراز. منظورم پیانه بسیار مردم در نوبت می باشه، باید 1 ساعت نیم ساعت باید در نوبت باشی که تا یک غذای مورد علاقه ت بخری. دیگه متاسفانه خیلی حوصله آدم میگیره قدیر استاد شوی. الیسا میخوای بری سوار توک؟ الیس دانیل. بله ما میخوایم غذا بخریم. فقط این است که ما غذای سوئدی در مدرسه میخوریم و غذای مامان افغانی خانه درست میکنه. و اگه میخوایم غذای خاص بخریم ما باید در این نوبت استارت شویم. بیار بله دوستای عزیز، لنا جان راست میگه. پرسانشان میکنم که غذای سویدنی بخرم براتان یا غذای افغانی. البته غذای افغانی را میگن تو در خانه زیاد درست میکنی. میگه غذای سویدنی را ما در مکتب در کودکستان میخوریم. میگه برای ما یک غذای خاص بخر. غذای خاص هم که بعضی خاص معلوم میشه، ما هنوز مزهش نمیفهمیم. بسیار بیروبار است. در نوبت باید یک نیم ساعت حداقل 1 ساعت باید در نوبت آدم استاد شود که تا غذای خاص هم ما بخریم.
دیگه فعلا دیگه ما هیچی چیز نکردیم، چیز نخریدیم دیگه. بریم ببینیم که غذای خاص به خاص اولادای مقبولم پیدا میتونم یا نمیتونم دوستای عزیز. دیگه ما رو دنبال کنین. دانیل هم دیگه نه، ببینیم کار چی میشه. دلنا بریم دیگه ببینیم که غذای خاص از کجا پیدا کنم. حالا خلاص شد نوبتش، برو بچه. اوی ریسا، اوی تاکسی میگه. دوستای عزیز قدر بیروبار است در داخل شهر که اصلا نمیشه که میترسیم بچه ها رو گم نکنیم. الان نوبت دیریس دانیل میشه باشه. الان دیگه اینجا یک ذره یک جای فرصت پیدا کردیم دیگه، فعلا هم اینجا هستیم. اینا دوستان ما خواستیم سوشی بخریم. نگاه کنید تا مردم در کفتار اینجا استاد شده که ما باید خوشتاق شویم. 1 سال میگیره. بله دوستای عزیز، بالاخره بچه ها گفتن برای ما سوشی بخره، غذای ژاپنی دیگه، خودتان بهتر میکنید دوستای عزیز. اما متاسفانه امی قطار آدما یا نوبت قدر دراز است. نگاه کنین از پیش از اون خیمگک سفید که نفر است تا این آخر، حداقل ما باید 1 ساعت 1.5 ساعت در نوبت باشیم. لذی که رستوران ببرمشان خیلی بهتر است. یا کدام چیز خاص هم نیست دیگه، آمدین فقط غذای خیابانی، این همه مردم ریخته که از اینا غذا بخورن. چه فرق میکنه بابا، مگه نه ایلینا؟ آره دانیل سر من خسته شدم، میبرم در شرک بازی بچهای من. باشه خیز نکنیم مامان. اینم که همبرگری است همراه چیکن نگت. این از ایناست. بگوت بله دوستای عزیز، هر جای میریم که غذا بگیریم اینه تو باید در نوبت استاد شویم. بسی خستگان از بسیار نفر است ماشاءالله. اون یک نوبت از اون طرف آمده اینه تو اینه تو دور خورده بسیار دیگه نفر جمعیت زیاد است دوستای عزیز. نام غذا که شود به حساب روی چه میگن شکم نازک است یا روی غذا نازک است. کلگی دیگه برآمده بیرون که غذا بخورم. اگر نه هر وقت می آمدیم خبیر بار نمی بودیم. حالا ببین که کلگی دیگه اینا دین روز هم بود، امروز هم سبا فکر کنم است. چیکار کنیم النا؟ غذا پیدا کنیم.
نداره؟ خلاص شده؟ بله دوستا، بالاخره النا جان دانیل جان تصمیم گرفتن که ساندویچ بندری بر خود بخرن. دیگه ما تا اینجا اینا رو همراهی کردیم. بعد من الیسا جان رفتیم که سوشی بخریم بر خود. دیگه اینا گفت ما حوصله استاد شدن در قطار یا در لین نفرا نداریم، گفت ما میخوایم از این بخوریم. متاسفانه که تلفن النا جان شارژش خلاص شده بود، نتونست بله فیلم دوستای بگیره از عزیز، من غذایشان. الیسا جان تصمیم گرفتیم سوشی بخریم. متاسفانه لین قطارش که استاد میشه چی میگن برش، مردمی که استاد است بسیار دیگه طولانی است. فعلا تا اینجا رسیدیم دیگه، هنوز یک پیشروی ما دیگه اینقدر نفر استاد است دیگه تا اون خیمگاه سفید دیگه باش که تحمل میتونیم استاد شویم تا آخر یا نه. فعلا الیسا جان گفت سوشی میخورم. چی که دلن آمدی بخیر؟ آره رفتیم سبوی خریدیم ساندویچ. دانیل دانیل سه دانیل بازی کنی؟ دانیل سیر شدی؟ دانیل سیر شدی؟ خودش دور بندری استور بندری، استور ساندویچ همراهش چیکن نگت بود. آها خیلی خوشمزه بود. نه فیلم نگرفتی؟ موبایلم شارژم خراب شد. بله دوستای عزیز، النا جان همراه دانیل جان رفتن غذای خود خوردن. متاسفانه شارژ موبایل النا جان تمام شده بود دیگه، فیلم نتونسته بود بگیرن دیگه از غذایشان. دیگه فعلا من الیسا دیگه در نوبت هستیم، داریم نزدیک میشیم. دانیل دیگه سیر شده دیگه، الان میره بازی کنه. باشه خیلی شما بری بازی کنی، من الیسا هستیم تا نوبت ما برسه. دیگه دوستای عزیز دیگه نزدیک شدیم دیگه، الان یک کم پیشروی ما نفر مونده دیگه، ببینیم که خیر فهمیدن. الیسا دانیل تو اومدین سوشی بخورم؟ میتونی دوتا رو بگیری؟ بله دوستکای عزیز، سوشی آماده شد دیگه. با یک تان خالی بسیار یک صف طولانی را استاد شدیم. قدر چوکی ها و کل میزا پر است، جای پیدا نکردیم که بشینیم دیگه. الیسا جان و ما سوشی سفارش دادیم، الیاس، النا و دانیل برشان ساندویچ سفارش داده بودن. بله دوستای عزیز، سویا سس است همراه سوشی، غذای ژاپنی دیگه. الیسا خوشمزه است؟ مزه است؟ بنا بله دوستای عزیز دیگه ما سوشی را نوش جان کردیم، ما رو دنبال کنید دیگه. الیسا کجا بره دختر من؟ بره در کروسل.
دانیل چه بخره مامان؟ شورست چی خریده بچه های من؟ خوشمزه است؟ الیسا دانیل خوشمزه است؟ در من شورت خریده؟ من یه در سلاش خریدم چون که خیلی خوشنام بود. برای من چه خریده؟ شورست با آیس کریم نوتلا. برای من چی بخورم؟ بله دوستا ما آمدیم پیش این بستخون میخوایم بریم خانه. خیلی خوش دیگه بود. ما غذا خوردیم، سربازی رفتیم. خوش گذشت؟ آره خیلی خوب. الیسا دانیل خیلی خوش گذشت؟ دوا کل؟ آها بچه های من در شهر بازی هم رفتن؟ آره. اینجا خیلی شلوغ بود ازگاه بوست به خاطر همین غذا فستیوال. اگر نه همیشه قدر جمعیت نمی بود، به خاطر که مردم پارکینگ پیدا نمی کردن، موترهای شخصی را نآورده بودن. کل مردم به امرای بوس آمده بودن، به او خاطر زیاد بیروبار بود. هیچ وقتی رقم بیروبار نمی باشه که امروز بود اینجا. لیسا خسته شدی؟ بریم خانه؟ الیسا خو کنه؟ اوی دوا کلی داک؟ خوش گذشت؟ بله عزیزان، دیگه ما داریم میریم طرف خانه. بسیار یک روز پرکار داشتیم همراه اولادا. بسیار خوش گذشت، جایتان خالی. دیگه اولادا خیلی خوشحال بودن. الان هم بسیار خسته هستن. دیگه میریم طرف خانه. بله دیگه اینا ما رسیدیم دوستای عزیز. چینل ما را سابسکرایب کنین، شیر کنین به دوستای عزیزتان. این هم از ولاگ امروز ما. امید است که خوشتان آمده باشد. تشکر از اینکه چینل ما را برای دیدن انتخاب کردین. خدا نگهدارتان دوستای عزیز. تا ولاگ بعدی، حالا نگهدارتان. خدا حافظ دوستان.